آقای دکتر، بین این سخنران‌هایی که دعوتشون کردین کدوم سخنران بوده که دیدنش برای خودتون الهام بخش بوده و حتی تونسته درون شما چیزی رو دگرگون کنه؟ همه اینا الهام بخش بودن، ولی آقای نیک وویچیچ که نه دست داره نه پا داره و خب ایرانی هم خیلی میشناسنش، ما 5 سال پیش دعوتش کردیم ایران، برداشت 3000 نفر تو سالن اسپیناس پالاس منتظر بودن. من تو فرودگاه دبی منتظر بودم ایشون بیاد و اومدم سوار هواپیما شدم تو همون پروازی که ایشون هم از آمریکا می اومد. هرچی نگاه کردم ایشون نبود. مسیج زدم به بچه‌هایی که در تهران بودن، گفتم آقا ایشون سوار نشده. رفتم به مهماندار گفتم آقای نیک وویچیچ سوار هواپیما شده؟ گفتن که نگاه کردم گفتن بله. من نگاه می‌کردم دیدم نیست. نگاه کردم دیدم اون پایین صندلیه منتظر یکی بیاد بذارتش بالا. بهش نزدیک شدم و اینا، وقتی بلندش کردم کمک کردیم بذاریمش رو صندلی، بهش گفتم که تو خیلی باید زندگیت سخت باشه، نه دست داری نه پا داری، از این ور دنیا به اون ور دنیا تو کنفرانس‌های مختلف. یه خنده‌ای کرد با انگیزه و انرژی و نگرش و بعد به من گفتش که موفقیت من به خاطر دست و پا داشتن نیست، به خاطر نگرش منه، به خاطر اعتقادات و باورهای من به موفقیت. من از روز اول موفق بودم و اتفاقا من متمایز از تو به دنیا اومدم تا بتونم متفاوت باشم. تو میتونی روزی $100,000 بگیری سخنرانی کنی. یه جوابی به من داد که من اصلا همینجوری مونده بودم. ایشون گفت من یه فرمولی برای زندگی دارم، ای به علاوه آر مساویس با او. ایونتس یا رویدادها به علاوه آر ریسپانس، پاسخی که من میدهم به اون رویداد میشود عواقب و نتیجه. من قربانی شرایطم نیستم، من پاسخگو به شرایط به وجود اومده هستم و با پاسخ من عواقب و نتایج مشخص میشه. ایشون واقعا نشون داده یه کسی که نه دست داره نه پا، امروز شما بخوای بیاریش دعوتش کنی به یک کنفرانس $150,000 دستمزدش هست و هر کاری که یه انسان سالم میکنه رو ایشون فوتبال بازی میکنه، از هواپیما بیرون میپره، شنا میکنه. نشون داده که میشود و بابت همین دنیا داره بهش پاداش میده.